موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. بعد ظفر هنگام‌ساز دسته روسیه بر مصر در سنت پتربورگ، تصویر دیواری مربی آن استانیسلاو چرچسوف را کشیدند. در آن مصرع از ترانه مشهور گروه راک موسوم به لنینگراد تو مال فضای استاس درج یافته است. یک هشت نهایی این علاقه نتیجه است. هر چیزی هم گویند. دوام 32 سال به هشت نهایی برآمدن گپی کلان است. ما هم با روحیه مظفر تصمیم این کار را گرفتیم. دیروز بگاه به خود میگفتیم که این کار را کنیم یا نه. از ساعت 2 شب اینجاییم و حاصل زحمت ما روشن است. مردم پیدا شدن تصویر چرچسوف را خوش پذیرفتند با وجود آنکه به دیر پاییدنش باور نداشتند. به نظرم در وقتش این تصویر را کشیدند، چون وقتی نمیدانند فردا چی می شود. شاید بخواهند آن را از بین ببرند. من به منتخبمان باور دارم و عموماً چنین تصویرها زیادتر شوند. بازی نوبتی روسیه 25 ایون در میدان سامر آرینا برگزار می شود. رقیب او دسته اوروگوئه است. استانیسلاو چرچسوف سرمربی منتخب روسیه که تا یک ماه پیش دوستداران فوتبال در این کشور سنگش می‌زدند و در نسبتش بدگویی می‌کردند، امروز به یک قهرمان مردمی تبدیل یافته است. همگان دوستش می‌دارند و درباره شعر و سرود هم می‌خوانند. همین است واقعیت فوتبال. برعکس استانیسلاو چرچسوف باشد. جایزه‌دار 5 کرته توپ طلا لیونل مسی را امروز هواداران تیم ملی آرژانتین در نسبتش سخنهای پست میزنند. میگویند که او باید برای دستش 3 امتیازی که مثل باد و هوا لازم بود می آورد. چی شد که منتخب آرژانتین 3-0 بر مقابل منتخب خرواتیا بازی را باخت و نتیجه این بازی گروه را شاد و گروه را غمگین کرد. از آن جمله هم صحبت من و همکارم ظفر عبداللهیف را که از منتخب آرژانتین و مخصوصا لیونل مسی مخلصی میکرد، زیاد بازی دسته منتخب آرژانتین قناعتمندش نکرده است. فکر میکنید چرا نتیجه بازی چنین شد؟ Как болельщик Аргентины, я, конечно, очень сильно расстроен. همچون یک مخلص آرژانتین بسیار روح افتاده‌ام. فکر میکنم هواداران فوتبال از این بازی حلاوت بردند. گل‌ها را دیدند و بازی دلگیر کننده نبود. بسیار دلیل ها را می شود آورد که چرا منتخب آرژانتین به باخت روبرو شد. حالا درباره آنها گفتن معنی ندارد. همه دیدند حسابی بازی به رفت آن درست نمی آید. باید بازی 3-0 انجام نمی یافت. دسته ها بازی برابر نشان دادند و نتیجه موافق فکر می کنم مساوی بود. علاقه دوم بازی بود که لیونل مسی نتوانست که دسته‌اش را به پیش برد، در حالی که قوه او مهارت او بازی او مثل باد و هوا برای منتخب آرژانتین و مخلصانش لازم بود، برای که مخلصان را خرسند کند، برای که به دستش 3 امتیازی در کاری را بیارد و منتخب آرژانتین تواند که در دور پلی آف اشتراک کند. فکر میکنید بی‌براری مسی در این جام جهان است چی است؟ فهمیدن بسیار دشوار است که ستاره های فوتبال در کدام حالت روانی قرار دارند. اینجا تنها از او گل انتظار نیستند. همگان از سوارز و دیگر بازیگران هم انتظار گلند. من مشاهده کردم که در موفقیت بسیار ستاره های باشگاهی رئال مادرید تأثیر غلبه در لیگ قهرمان های اروپا تا هنوز احساس می شود. کریستیانو رونالدو گل میزند، مودریچ گل میزند. از تاثیر آن مسابقات لیدرها از منتخب‌های دیگر حالت روانی خوب ندارند. دوبین که ماجراها در اطراف بازیگران به پایان نمیرسد. از آن جمله مسی هم در این حالت قرار دارد. فکر میکنم آنها حالا کم درباره فوتبال فکر میکنند. اساساً از پی حل دیگر مشکلاتند. مخلصان از باخت آرژانتین شوک شدند. این تیم امریکای لاتینی را خرواتیا با حساب 3-0 مغلوب کرد. ما چنین نبودیم. حمله نمی کردیم. ما به میدان برآمدیم و ندانستیم چیکار کنیم. مربی دسته سامپائولی خواهش دسته را به خود آورد. آنچه میکنند نمیفهمند. نتیجه دو بازی آرژانتین را به حالت ناگوار آورده است و در مقام سوم قرار دارد. هنوز امید برای رفتن به دور دیگر باقی است. خرواتیا باشد با 6 گل در جای اول است. ما بهت شدیم. انتظاری زدن 3 گل را نداشتیم. ما خوشبختیم. نمیدونم باز چی گویم. در هیجانم.
به نظر شما جام جهان برای منتخب ارژانتین در همین دور گروهی به انجام میرسد؟ Как ни странно, шансы еще есть. عجیب این است که حالا منتخب ارژانتین امکانیتی برآمدن به دوره بعدی را دارد. با این نگاه نکرده من مخلصیم را به این دسته ادامه می دهم و امیدوارم که آنها به پلی آف برآیند. همچون مخلص در آینده نمی خواهم بازی ارژانتین را با چنین تاکتیک بینم. باید خواهش غلبه کردن را داشته باشند. اگر به دوره بعدی برآیند مهم نیست که تا کدام مرحله می رسند. مهم آن است که این دسته در خاطر مردم همچون دسته‌ای که بازی زیبا نشان می دهد و خواهش غلبه کردن را دارد بماند. تشکر برای صحبت و بیننده عزیز. بازی‌ها در جام جهان 2018 روز به روز جالب‌تر شده ایستادند و صحبت‌های جالب و دیدنی را درباره این بازی‌ها هر روز می‌توانید از برنامه ما تماشا کنید. خیر تا بازدید. Argentina, вперед! موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان.